خوبه. کنسرتوی باخ بزن، می ماژور. کافیه. کنسرتو مندلسون. خوبه. خسته نباشی. نفر بعد. ممنون. سلام. خیلی خوب بودی. نه مدرسه رو چی کار کردی؟ نفهمیدم چجوری از بچه ها امتحان گرفتم. واقعا خوب. تو شنیدی خوب بود؟ من قدمم خوبه، مطمئنم قبول میشی. سلام ملا جون. باز که دم در نشستی که؟ منتظر عباس آقام از اهواز بیاد. نمیخواد ملاحت. میبرم. ملاحت جون. میبرمش. ملاحت الهی فدات شم. الان بیاد ببینی دوباره دم در نیستی شر بپا میکنه. خسته شدم به خدا. دوستت داره. چه دوست داشتنیه؟ بازگشت حدود ایران از 25 نوامبر تا 15 بهمن. مامان مامان من اینجا. سلام. از سفرهای حج تمتع امسال از فرودگاه مهرآباد سلام. صورت می‌گیرد. آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه چرا انقدر دیر کردی؟ وای مامان چه کار کردین پردار؟ رفتم این قابا رو بگیرم. دیر شد. یه پیغام داشتی؟ پیغام؟ بله. سلام خانومی. خوابی؟ بیداری؟ اصلا خونه هستی؟ نه خیر، همش در حال دویدنه. اگه به فکر خودت اومدم نیستی لااقل به فکر بچه‌م. هستم. خوب عزیزم. متاسفانه فردا به تهران پرواز نمی‌کنی. نه. بعد چند روز بریم روم. نه. اما اگه خوب به دور و برت نگاه کنی منو می‌بینی. همیشه کنارتم. به مادر جونم سلام برس. اون عکسو نزنی به دیوار خونه. زشته. کجاش زشته مامان؟ عکس خودتون رو ببین. مامان تو چشقره‌ای به بابا رفتی؟ آخه خدا بیامرز عمت هی میگفت رو سری تو بردار. حریفم نشد. عمه گفت رو سری تو برداری. تو چرا به بابا اینطوری چشقره رفتی؟ ترسیدی خرمن گیسوتو ببینن؟ خوبه دیگه همین یه کارم مونده بود. وای مامان ولی بابا خوش به حالش بوده ها. بس کن دیگه دختر. اینو دیدی؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان. بگو دخترم. فبأی آلاء رب
ربکما تکذبان. ربکما تکذبان. از اول بخون دخترم. و به ای آلاء ربکما تکذبان. آفرین دختر عزیزم، آفرین. پرواز 581 از بارسلون همکنون به زمین نشست. بارسلون همش تو جلسه بودی؟ موزه پیکاسو رو نرفتی ببینی؟ خوش اومدی. اینجا چقدر عوض شده، دست درد نکنه. فرزانه و شاگرداشم خیلی کمک کردن. ای کاش رنگش ذره به توسی میزن. کشتی منو تو با این توسی. مگه اداره است اینجا؟ این ننوه از کجا اومده؟ 100 بار که بهت گفتم که من و مامانم و مادر بزرگم و مادر بزرگم همه تو این ننو خوابیدیم. پس دیگه وقتشه یه پسر این تو بخوابه. باز شروع کردی؟ چه فرقی میکنه؟ 135 روز دیگه معلوم میشه که پسره یا دختره. اینم این دفعه چی آوردی؟ وای چقدر قشنگه، همون رنگیه که میخواستم. اینو برای مامانت آوردی؟ قشنگه؟ قشنگه، فقط نمیدونی مامانت از اینجور مدل خوشش نمیاد. این که دیگه خودشه. خیلی خوبه. ببین دوست داری؟ من که واقعا نفهمیدم تو از چه بویی خوشت میاد. پس کتاب فرزانه چی شد؟ آخرش هم یادم رفت. سهیل به خدا همه اینا رو هم هول هولکی خریدم. آره جون خودت میدونم اصل کاری تو. خب میخوام اینم برای بچه‌مون چی خریدی؟ اول باید بریم سونوگرافی، بعد ای بچه سرعالم دیپلماسی به این کلک شما چی میگن؟ میگیم در مقابل چیزایی که میخواین شما چه امکاناتی دارین. به عبارتی اگه قراره در این چمدون باز بشه اول باید بریم سونوگرافی. من ببینم حالا چه حساب. به خدا اگه بزنم دستش بزن. دختر آخه. سلام، شبتون بخیر. من شکوهی هستم. خانم اکرمی چند بار تماس گرفتم تشریف نداشتین. مجبورم براتون پیغام بذارم. بهتون تبریک میگم. هیئت جوری با اکثریت قاطع شما رو به عنوان سولیست ارکستر انتخاب کردن. چون یه ما دیگه جهت اجرا باید به اتریش بریم، لطفاً از فردا هر روز ساعت 4 بعد از ظهر سر تمرین حاضر بشید. سهیل کی بود؟ از وزارتخونه بود. جلسه فردامو یادآوری کردن. اینم صدای قلبشه. یه ذره بلندش میکنی؟ بله. میشنوی؟ خودم بعد از ظهر با سفیر تماس میگیرم ببینم. گوشی؟ پسره؟ آره
گفتن یه سری آزمایش و سی تی اسکن و اینا بعد انجام بدین. ببخشید عذر میخوام. الو بعدن زنگ میزنم. چی گفتی تو؟ ولش کن فرزانه، حوصله ندارم. چه شده؟ من فکر کنم تا دیدی من دارم میبرم تا یه جا قایم کردی. یه سونوگرافی ساده که اینقدر چکاپ نمیخواد. میخوای دل به دل شورت بدم یا بخواب یا بگو تاسو کجا قایم کردی بازیمونو بکنی. نگران خودم نیستم. بچه‌م چیزیش نشه. خانم شما که میدونستین شیمیایی شدین، چرا قبل از حاملگی با دکتر مشورت نکردین؟ شیمیایی آخه ایشون مشکلی نداشتن. یادم یه هفته بعد از شیمیایی شدن همه اثراتش مثل تورم چشما و تولا همه از بین رفتن، خوب شدن. درسته؟ بله. خوب شدن قطعی برای فرد آلوده به گاز خردل فعلا وجود نداره. یعنی چی؟ من که چیزیم نیست. ظاهراً بله، ولی ممکنه با یه سرماخوردگی یا ضعیف شدن بیماریتون به شکل‌های مختلف خودشون نشون بده. احتمالاً این دفعه تاثیرش روی بچه‌تون بوده. بچه‌م چی؟ یه دقیقه صبر کن. آقای دکتر، خانومم دچار مشکل شده یا بچه؟ میگن که اینجور که آنالیز دی ان ای نشون میده بچه شما هایپوپلازی و جمع شدگی ریه داره. وقتی به دنیا بیاد احتمالاً مشکلات دیگه‌ای هم خواهد داشت. این مشکلاتی که میگین چی هست؟ به قطعیت نمیتونیم به شما بگیم. طبق این آزمایش‌ها احتمالاً بچه شما نقص عضو خواهد داشت. نباید بچه دار میشده. بیشترین نگرانی اینه که در موارد مشابه متاسفانه اثرات گازهای شیمیایی به جنین مادر منتقل شده. بله. سلام فرزانه. سلام. چه کار کنم؟ خودت باید تصمیم بگیری. اگه خدا بیامرز دکتر زوار زنده بود تو هم چون بچه‌ای ازش داشتی چه کار میکردی؟ من حق نداشتم بکشمش. من که نمیخوام بکشمش، فقط میخوام نظرتو بدونم برم عمل یا نه. فکر عمل از سرت بیرون کن. با وضعیتی که تو داری 80% بعد از عمل ممکنه به هوش نیایی. کی اینو گفته؟ دکترها دیگه چی گفتن؟
سلام. ممنون. برو استراحت کن. مگه این جونه ور میذاره؟ چقدر بهت میاد؟ شام حاضر. میگم چطور استخاره کنیم؟ ببینیم خودش میگه چیکار باید بکنیم. ها؟ استخاره برای چی؟ مگه ندیدی دکتر چی گفت؟ گفت احتمال داره. خب دکترها عادتشونه، همیشه میگن احتمال داره. بله اینم گفته که احتمال داره که من بعد از عمل به هوش بیام. تازه اگرم به هوش بیام ممکنه دیگه نتونم مادر بشم. راسته که رحم و بچه رو با هم در میارن؟ تو هم به چه چیزایی فکر میکنی؟ تو همه چیو به من نگفتی سهیل. فرزانه نتونست جلو زبونشو بگیره، زنی که آی به خاطر همین فضولیاشی که خانوادش ولش کردن به امون خدا. بی خودی مشکل رو گردن دیگران ننداز. خب شاید یه حکمتی تو کاره. خدا میخواست که تو شیمیایی بشی؟ کار من تازه داره تو وزارت خونه پا میگیره. با این بچه‌ای که معلوم نیست چه معلولیتایی داره. یه متخصص مطمئن پیدا کردم. من تا حالا روی حرف تو حرف نزدم. الانم به خدا اگه 1% احتمال خطر داشت زیر بار نمیرفتم. دیگه‌ش هم گذاشتم کنار. بیا. خیلی وقت با هم توی بشقاب غذا نخوردیم. بیا. خیلی منتظرت شدم نیومدی. به خاطر بچه نباید گرسنه بمونم. کاویان پر هستن. آها بفرمایید. سلام. داد نزن برای سوال مشخصیت کاویان اومده چی بگم؟ بسه دیگه تو رو خدا بسه. در ببر بیا کمک. بسه خسته شدم. کلکش کنده شد خانم دکتر. دست شما درد نکنه. آقا تو نوشی منتظره. سلام. 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 آقا شما بیرون تشریف داشته باش. خانم شما باری این پشت لباسات در بیار. خانم من 4 ماه و نیمه میخوام ببینم این بچه درد رو میفهمه الان یا نه. نه درد نمیفهمه. باید راحت باشه.
لباسشو در بیار، کمکش کن لباسشو در بیار. آخه در میارم، خودم در میارم. آخه من ضربان قلبشو میفهمم، مثل ماهی تو شکمم تکون میخوره. ماهی؟ پدر سوخته حرومزاده چه کارا میکنه؟ چه حرفا ماهی؟ این آقا شوهر منه خانم. چه ربطی داره؟ همه همینو میگن. این چه طرز صحبت کردنه؟ مگه من به بچه من میگه حرومزاده؟ خانم دکتر این حرفا چیه؟ من شوهر رسمی ایشون هستم. هیچ ربطی من نداره. خانم یا لباسا در بیار حاضر شو یا برو بیرون. مثلا خیلی شلوغه. اینجا کجاست من آوردی تو؟ ساکت باش. چه توضیحی میدی؟ خانم فکر می‌کنم برای شما سوء تفاهم شده. چه سوء تفاهمی؟ هی میگی درد میکشه. انگار نمیدونی که قرار رحیمشو مثل هندی باقاشو بتراشن. من مادر این بچه‌م نباید بدونم بچه‌م تو شکمم درد میکشه یا نه؟ مادرشی؟ همه کسایی که میان اینجا مادرن، فقط موضوع پدراشون مشخص نیست. اگه واقعا مادرشی برو بشین بچه‌تو بزرگ کن. شما نباید با توهین جوابشونو بدید. هی میگه ماهی. من دارم توضیح میدم. مگه ما قزلالا داریم چیز می‌کنیم؟ برو بیرون آقا. برو بیرون خانم. من خودم 10 بار تو رو تا اینجا کوتاش کردم. اصلا اینجوری واسه من مقدس بازی در میاره. اینجا رو پیدا کردی با کلی را. خودم دیدمت. زنی که آشغال داری تو این خانم. خفه شو. خانم دکتر من با آقای نجم‌الدینم عرض کردم. من از ایتون خواهش می‌کنم. اصلا دیگه خود کردم. در بکنم چی اومده؟ بدونم. من از شما ممنونم. من از شما. برو بیرون آقا. برو بیرون دیگه اعصاب ندارم. برو بیرون. شما در نظر بگیرید. من خواهش فقط به خاطر آقای دکتر نجم‌الدین بودا. برو بگو بیاد. الهی قربونش برم. اینم از توری گهوارش. شالی رو که واسه سهیل میبافی رو باور کنم یا این قهر یه ماهانیمتو. بله بفرمایید. الو بفرمایید. عجب معجون خوشمزه‌ای. نریزه پره. این ماجرا که تموم شد مأموریت‌های دیگر رو با هم میریم. راستی بهت نگفتم سفر بعدیمون ایتالیاست. ونیز رو باید ببینی. وای که چقدر قشنگه. فکر می‌کنی اینطوری کمتر درد بکشه؟ دکتر میگفت تزریق تموم نشده بچه بیهوش میشه. هیچ چی رو نمیفهمه. کاش که نرفته بودیم سونوگرافی. آدمای سالمش تو این جنگل بی‌رحم سخت به حقشون میرسن. سپیده اگه یه روزی من و تو نباشیم این بچه ناقص تنهایی میتونه پس زندگیش بر بیاد.
میتونی بیا عزیزم. باید راه بری تا بچه بیفته عزیزم. باید راه بری. بیا باید راه بری سپیده جان. برو عزیزم برو. بیا باید باید راه بری عزیزم. برو. آفرین میتونی. بیا برو راه برو. بیا ابراهیم تلفن بزنه. برو راه برو. باید نشد. چی کار میکنی با خودت؟ مگه نمیدونی 6 ماهشه؟ چرا گذاشتی آمپول بزنه آقا سهیل؟ سپیده جان، سپیده منم فرزانه. یا فاطمه زهرا. سلام پدر بزرگوار. سلام سهیل جان. چی شده مادر؟ حتی حاضر نیست ببیندش. خب بهش میگفتی هنوز این بچه نارسه، باید تو چند وقت تو دستگاه بمونه. میگه بچه ناقص باید بره آسایشگاه. والا طلاقت میدم. ما که تلفنی حرفامون رو زده بودیم. واسه چی مزاحم کار من میشی؟ دیگه اینجا نبینمت. دلم طاقت نمیاره. تو رو خدا یکم فکر کن. برو. تو اصلا حق نداری باش اینجوری رفتار کنی. من نمیتونم ببینم سپیده جلو چشم داره ذره ذره آب میشه. ببین صداتو بیار پایین. میترسی؟ واسه همین گفتم از در پشتی بیا یه وقت نفهمن آقای دیپلمات با زن و بچه‌اش چجوری رفتار میکنه. من نمیذارم. پس حالا که قرار وکیل وصی اون بشی، بهتر نیست بهش بگی این تو بودی که ماسکای ضد شیمیایی اشتباهی برداشته بودی؟ چرا بهش نمیگی؟ میخوای من بگم؟ از نظر من جنگ تموم شده. خیلی وقته. بفهمین. قرار نیست من تاوانشو بدم. پس اون بچه باید تاوانشو بده. هر چیزی تو دنیا پرتی داره. این بچه ناقصم از پرتی‌های خلقته.
نه ای جان ای جانا ای جانا پیانو سی دو ره سی چون تم شد لا فا فا می لا فا فا نه دیگه ببین دومی اولی فورت دومی پیانو فا 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 می لا فا 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 می سی دو 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 لا سی دو دیز دو دیز دو دیز پشو عزیزم. تو پرونده شما من هیچ جاش نمیبینم که در زمان آلوده شدن شما به گاز عصبی گاز خردل آقای دکتر. تشخیص من اینه که این بچه نارسایی ژنتیکی داره. هیچ ربطی هم به گاز عصبی نداره خانم. گاز خردل. اگه تایید کنم ناقص بودنش به خاطر گاز خردله بیشتر پول میدن. دخترم سعی کن اینا رو بدون غلط تایید کنی. اگه کارت خوب باشه اینجا کار زیاده. سالها بعد اولین مردی که سعی کرد بلند حرفش.
سلام. سلام پسر گلم، صبح تو هم بخیر عزیزم. خوبی مادر؟ بیا بشی. سعید چیه؟ مامانت دیشب خیلی گشت و پیداش کنه. بیا فعلا یکی رو ببر. خیلی قشنگه. قربونت برم. مادر بزرگ جون دلم. شما چرا آبی نمیپوشی؟ مادر جون از من دیگه خیلی گذشته. آبی خیلی بهتون بیاد. آخه قربونت برم عزیز دلم. سعید مامان بیداری تو؟ آره. بردار این تلفن رو جونم. بله بیدارم. سلام بخیر. سلام علیکم. مامان آخه چرا من بیداری؟ بله. الو. برای من که فرقی نمیکنه 10 دقیقه برام. الو. برای چی بیدارت کنه؟ الو. کیه مامان؟ نمیدونم. فکر کنم موبایل حرف نزن. بابا 8 باید بری با. میدونم. سلام سعید. بیا منتها هر نیم ساعت یه بار درشو باز کن، یه نفسی بکشن. دستت در نکنه. خداحافظ. خداحافظ. حالا فرزانه نایمن؟ ها؟ ببینم بودو سلام خاله. خوبی عزیزم؟ ممنون. عمو روبی که امروز به چی داد؟ موش. وای چه خوشگلن. سلام بچه ها. ممنون. خوبی؟ سلام. چطوری؟ سلام جون. بیا. جان وای فرزانه های اول دست و پاش جمع بود، حالا ببین چی کار میکنه. تازه اگه کنسرت رو بندازی خیارا بیشترم کمک میکنه. آره اول سعید و مهیار رو باید راه بندازم تا بعد یه فکرم به حال بقیه بکنم. کله یعنی من یه روزی خواننده بزرگی میشم؟ به شرطی که اکتاوای پایین فالش نخونه. کاری میکنم مادرم با افتخار بیاد دنبالم. میرم باهاشون زندگی میکنم. ولی من میخوام بیا واسشگاه. حضا نور تو که مامانت دوستت داره، برای چی میخوای بیای اینجا بمونی؟ مادرم بزرگ MS داره. مادرم خیلی کار میکنه، خسته شده. دروغ میگه، حتما میخواد شوهر کنه. مادر من دروغ نمیگه. دروغ میگه مثل مادر ماریام. خودم شنیدم اینا خانم مددکار میگفت. فکر میکنه من عقب مونده‌ام، نمیفهمم. میگه بابای ماریام میره جنگی کنه دیگه نمیاد. اینجوری میشه که ماریام هی جیغ میزنه، هی گریه میکنه، هی جیش میکنه تو شلوارش. اون بچه کوچوله رو میزنه و دست و پاش کج میشه. خودم شنیدم میگفت بابای مریم مامانش رو قسم داده به همه بگه مفقودالاثره. بابای برای مفقودالاثره. سلام. فرشته مادر بزرگه. مادر بزرگ میگه بچه ها به دنیا آمدنی 2 تا فرشته دارن که تا آخر عمر مواظب بشن. بیا. بال تو.
شاید بدونی بابات کجاست. چرا پکری؟ امروز تو کلاس موسیقی گند زدم. اب نداره. یه وقتایی تو زندگی هممون گند میزنیم. ابو روبیک، بله. راسته که میگن حضرت عیسی پدر نداشته؟ پدر؟ نه اینجوری که ما آدما داریم. چرا؟ جبرئیل از طرف خدا به حضرت مریم نازل میشه و میگه مقدر شده که صاحب فرزندی بشی و اسمشو بذاری عیسی. حضرت مریم میگه من که شوهر ندارم. جبرئیل میگه خواسته خداونده که بدون شوهر صاحب فرزند بشه. هیچ وقت حضرت عیسی برای دیدن پدرش دلتنگی نمی‌کرد؟ چرا؟ همیشه برای دیدن پدر دلتنگ بود. دلت برای دیدن پدرت تنگ شده؟ من هیچ وقت ندیدمش. ای کاش خدا باریابم دختر خودش میدونست. مریم کیه؟ یه دختری تو آسایشگاه. باباش محفوظ النظره.
مثل شما از این عکس‌ها داره. اینقدر برای دیدن باباش دلتنگ شده که دیگه نمیتونه حرف بزنه. فقط میتونه آواز بخونه. کم کم اینو دیگه باید عوض کنی. آناهید روبیک Հերս քան ուշացար։ Ամենը կարծում են դու նահատակվել ես։ Անունս Շինդե Վեսարի Բեսորխին։ Ինչ խորող իմանեմ։ Շատ եմ սպասել քեզ։ Ամեն գերիները վերադարձան, բայց դու չեկար։ Էս երեխան ոմինն է։ Քեզանից ոչ մի լուր չկար։ Ամուսնացել եմ Պետրոս անունով մահդ մարդու հետ, որ մեր աղջիկը առանց հոր չմեծանա։ Աղջիկս Մարիամն ուրա։ Երեք օրա քեզ է գիշերների երազին տեսնում։ Ասма պապես որտեղ որ կա կգա։ Արի ներս ինչու չես գալիս։ Դեռ ամուսինս գործից չի եկե։ Կամ ներս, Պետրոս է, դու քո աստվածդ, ոչ ոքի մի ասա, ինձ տեսեր ես։ Պետրոսի կյանքը դակն է վիրակելի։ Մամա, ով է։ Պապեն է։ Իմանում եմ կվերադառնա։ Պապա, սպաս։ Մի գնա, գալիս է որ իրա պապին տեսնի։ Ես մանում իշքան եմ կարոտ է քեզ։ Պապա, պապա, պապա։ Իրանացաբաբիտ երազումն ես տեսել։ Գալիս է որ քեզ տեսնի։ Մի գնա։ Պապեն գործ վաճա։ شاهزاده من سلام سلام آقای عظیمی. سلام خانم اکرمی. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی خوش آمدین. بفرمایید. چطور امروز انقدر زود تشریف آوردین؟ که پیش اومد. این جزوه خانم پورامین، اینم فلاپیاش. بله بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید من براتون چای بیارم. آقای عظیمی نه واقعا امروز باید زود برم. خواهش میکنم بفرمایید بشینید چند دقیقه. من یک مزاحمت کوچیکی براتون داشتم. این هفته گفتم خیلی کار تو خونه مونده، اصلا نمیرسم کار جدید قبول کنم. نه اصلا منظورم کار تایپی و اینا نیستش. خانم اکرمی شما حالا تو زندگیتون چای خوردین اصلا؟ چی؟ چای؟ نه هیچی. یعنی اگه چند لحظه تشریف داشته باشید بفرمایید بشینید میرسن. کی میرسه؟ مادرم تو راهن، خیلی دوست داشتن که شما رو ببینن. سلام منو خیلی بهشون برسونین، بگین ایشالله توی فرصت دیگه. خداحافظ.
بازم که خوش عشق شدی مادر بزرگ. بچه ها به دنیا اومدنی گریه میکنن. چرا؟ وقتی قراره بچه به دنیا بیاد یه فرشته از طرف خدا میاد پیششو بهش میگه آماده شو تا بریم به یه دنیایی که جنگل داره، آسمون آبی پر از ستاره داره. بچه میترسه بکشنش. بعد فرشته هلش میده به این دنیا و تا آخر عمر مراقبشه. حالا منتظرم تا اون فرشته بیاد و منو ببره به یه دنیای بزرگتر. آخ که چقدر دلم برای شنیدن صدای پدر بزرگت تنگ شده. خیلی دلم تنگ شد. سلام فرز نورد. سلام. خسته نباشی. ممنون. بیا بعدم بخونش. چی هست؟ نمیگم، خودت برو خونه بخونش. باشه. از اون روز که مادرم شما رو توی راپله دیدن خیلی اصرار داشتن که بیان خدمت مادرتون که متاسفانه ایشون فوت کردن. پدرم هم خیلی برای شما احترام قائل بودن. خدا بیامرزتشون. من اینجا خیلی دست تنهام. به خدا من با سعید هیچ مشکلی ندارم، خیلی هم دوستش دارم. مادرم یه هدیه ناقابل خریدن که هر وقت شما دستور بفرمایین خدمت برسن که شما رو از سیاه در بیارم.
بهار بود، رضا کنار سلام سعید. امروز تو اتاق مالی یه روزنامه دیدم. عکس یه مردی که فامیلیش مثل تو بود و انداختن توی روزنامه. من عقب افتاده نیستم. خوندن نوشتم بلدم. انهیت جهانی نیازمند تغییر ساختار سازمان ملل متحد. سوال کامیاب و کارشناس برجسته دیپلمات با سابقه از بازگشت از آخرین سفر نشسته عمومی سازمان ملل سوال کامیاب بود. تو که میگی پسر خوبیه. آره خب نمیدونم. یعنی چی؟ تا کی میخوای تنها بمونی؟ کی به کی میگه؟ من فرق میکنم. دیگه عادت کردم. به سعید چی بگم؟ واسه اونم بهتره. این چطوره واسه سعید؟ نمیخواد. تازه اینم واسه تو گرفتم. نمیخواد، خودم میگیرم. دیگه وقتشه از عزا در بیای. این هوای بارانی شده. یه نکته جالب در مورد ویتامین‌های مربوط به شبیه این است که برای فاضل شدید مطابق مصرف ضمناً مثل هر چربی دیگر برای جذب آنها باید صرفاً ترشح شود و سایر عوامل کبدی و لازم‌معده‌ای که معمولاً. سلام. سلام. با خانم اکرمی کار داشتم. نیستن. هر کجا باشن الان دیگه پیداشون میشه. ببخشید آقا شما؟ من از اقوامشون هستم. گفتم چقدر به نظر آشنا میای. بفرمایید بالا بفرمایید. این چایی رو بگی ببر واسه بابات الان دیگه صداش در میاد. درس دارم من. بفرمایید طبقه بالاست. بازم انگار حالت خوب نیست. ببخشید. بفرمایید تو الان میان. امیر جان باش بریم مهمون اومده براش. خب واسهشون مهمون بیا. باش بریم بذار حالا یه دقیقه بازی کنم درسم ندارم. مهمون دارم میگم. سلام. وای ببخشید. بابا ادامه ندارم. سلام. نترسید. میخواد بره بیرون.
اونی که رفت باباشون بود. چند وقت دیگه 2 تا جوجه خوشگل به دنیا بیارن. بیا ببین. سعید مامان نیستی؟ یه کادو واسه دارم سعید جان هیچ دوست ندارم یه جونوری الان بیاد از پشت یه پخ بکنه دوباره ماما 3 متر بپره هواها. بیشتر دوست دارم بیاد یک ماچی بده، یه خستگی از مامان در بره. سعید مامان سعید مامان چه شده؟ مامان چه شده؟ یازده سعید چه شده؟ سعید نفس بکش نه مامان نفس بکش مادر نفس بکش نه سعید نه سعید چی شدی مامان ای خدا نه مامان جون چه شد؟ منو ببخش مامان. بالاخره یه روزی میخواستم بهت بگم ولی فکر میکردم هنوز وقتش نیست. نمیدونستم پسرم دیگه مرد شده. بابات من دوستش نداشتم. با هم نمیساختیم. مجبور شدیم از هم جدا بشیم. ولی تو هر وقت دوست داشتی میتونی بری ببینیش. نمیخوای شام عمو روبیکو ببری؟ یه قیمه خوشمزه پختم بله سلام، میخوام باهات حرف بزنم. شما؟ سهیل هستم. الو سپیده.
بله. اگه بیای پشت پنجره منو میبینی. یادت روبروی خونتون یه تلفن عمومی بود. گوشی به دست از پشت پنجره نگاه میکردی، حرف میزدی. در باز کن، میخوام بیام بالا. سلام. سلام. میتونم بیام تو؟ اگر برای دیدن پسرت اومدی بیا. باز باشه. سعید بیرونه میاد. خدا مادرتو بیامرزه. امروز فهمیدم. من میرم سعیدو صدا کنم. حالا نه. اصلا عوض نشد.
سلام مامان جون. سلام. چقدر بی سر صدا اومدی؟ صدای پاتو نشنیدم. این آقا پدرته، باید بهش فرصت بدی. ها؟ شامت خوب بود؟ آره؟ ببینمت. سعید جان، مامان، سعید جان، سعید، پاش مامان لباسا رو در باید بریم همون. مگه بهت نمیگم پاشو سعید؟ پاشو ببینم. نکن سعید، چه کار میکنی؟ ای وای، چت شده تو بچه؟ نکن. چت شده تو؟ در نمیارم شورتتو دست نمیزنم. بیا ببینم. اذیتم نکن سعید، دارم عصبانی میشم. بیا ببینم. اذیت نکن اینقدر. نکن بچه، نکن. سعید کجا بیا بالا ببینم. دیوونم کردی بچه. بشین بچه دست. بله. الو. ماه موشک بازی نکن با من. سعید دیگه اون روی مامان داره بالا میادا.
یه بار یه مورچه میره کف دسته فیله وای میسته، بعد زانو میزنه میگه آقای فیل با من ازدواج میکنی؟ بعد فیله که همینطور اونم خوشحال بوده میگه بله ازدواج میکنم. بعد دیگه مورچه مرده بوده. یه بارم یه آقای زنگ میزنه یه جا، میگه ببخشید آقا اونجا 222 بعد آقا میگه بله. میگه ببخشید آقا میشه زنگ بزنین اورژانس تهران بگینین انگشت من توی دو گیر کرده؟ یه وقت نخندی یا بخندی یه وقت آسمون میاد زمین. خب حاضری؟ 2 3 4 5 6 رسیر دولت و سی فاصله رسید و رسیر دولت فاصله 2 3 4 5 6 رسیر دولت و سی لا سفاره سیر می سعید معیارم امیدش به توی ها. می رو به میگی مامان اشکال نداره ولی نوت می رو باید درست بزنی. دوباره شروع کن. برو چند میزان عقب‌تر. 2 3 4 5 6 رسیر دولت و سی لا سفاره سیر می مثل ماژور مینور می مثل ما مهتاب می مثل نکن تو که بیدوستی برای ایتالیا چرا بر دنیا هیچی نیست مادر هیچی نیست تو چیزی نیست مامان تو سالمی چونم تو هیچی نیست ببینم زید چی ای بابا من یه سر باید برم مؤسسه تایپ مامان. میخوای به خاله فرزانه بگم بیاد پیشت؟ مطمئنی؟ ببین باز کن رو بس کردم با تو این همه آسایشگاه معلول رو برای چی ساختی؟ میگم باز کن رو بذار من و بچه‌م زندگیمونو بکنی. دفعه اولم که سر راه قرار گرفتم همین رو گفتی. بذار زندگیمو بکنم. اون دستگیره لعنتی رو ول کن. چرا هیچ وقت نخواستی منو ببینی؟ من آدمم دوست دارم. دارم خفه میشم. باز کنین درو. بفرمایید پایین.
این لامصب این آب حیاته. گیر فلک نمیاد. بشین. این چقدره؟ 120 تومن. مرسی، از بازار خبر نداری؟ عباس آقا همیشه عمیقم میگرفت. قیمت آب حیات مثل سن آدمیزاد میمونه. هر روز بالا میره. عباس آقا نفهمید. ورشکست شد. الان بیشتر امرام نیست. به اندازه همه بده. آخه واسه چی باید یه بستر ناقصش کنم؟ اخم تمام انبار رو پر کرده. صبر کن الان. میتونی اون ستا رو برداری. این دوتا رو هم میخوای؟ اگه یه کوچولو کوتاه بیای پولاتم میتونی برداری. نترس. نترس. به قیافه من میخوره لولو خورخوره باشم؟ تکون بخوری میکشم. آی! 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 چی شد؟ من گفته بریم بیپنه مادر. شب کلی دختر برای گرفتن یه آمبوله گفتاش برای مشخص. اسکالی بودن. آقا کجا؟ آشقال عوضی کجا؟ آشقال عوضی سربسا بچه اندام میزن. آشقال عوضی بیا سر تو بذارم عزیزم. عزیز دلم. عشقم بابا یا لعنه ولش کن. فرشته خانوم دستتون در نکنه. از کجا میدونی اسم من فرشته است؟ مادر بزرگ بهم گفته. مادر بزرگت از کجا منو میشناسه؟ اون میگفت آدما 2 فرشته داره که تا آخر عمر مواظبشونن. پس اون یکی فرشته کجاست؟ اون یکی فرشته همیشه که باش رسی تهرون قلم گذاشت. تو شام خوردی؟ نه. منم نخوردم. پول داری؟ و واسه چی تگه تنه زدی تو خیابون؟ بخواب برم آسایشگاه نبونه. بچه هم میخوای این دیوونه خونه فرار کنی آره؟ شکلاته میتونی بخوری؟ اسم چیه؟ سعید. منم اسمم فرشته است. نه. یه اسمای دیگه هم دارم. جنیفر، کاملیا، کتی. فرشته خانوم چیه؟ من اگه نرم خونه چی میشه؟ تو از خونه فرار کردی؟ بابا من دوست نداره. برای چی زن گرفت که بچه دار شد؟ گوه خورده. حالا مثلا بگم پی پی به نظر یه کیک خوشمزه میاد؟ مامانت چی؟ دوستت داره؟ خیلی. مثل مامان من. خیلی دوستم داشت. فرشته خانوم، فرشته خانوم چیه؟ من اگه نرم خونه مادر ناراحت میشه؟ چغندر نیست که دل از بچهش بکنه. دیگه هم دنبال من نیا. همچی میذارم تو گوش اینا خرر بزنی.
فرشته خانوم. دیگه چیه؟ بیا بال تو. فرشته خانوم. برو تو دیگه. مامان چی شده؟ مامان چه شد؟ مگه نرفتی بازی؟
خدا رو شکر امروز خیلی بهتری. آقای بابک عظیمی اومدن. برم بهش بگم این رفیق خوشگل ما مفت چنگه. نه میدونم سخت، شیمی درمانی سخت، ولی خوب میشی. قول بده به من. قول میدم. سپیده جان. جان تقصیر منه که تو شیمیایی شدی. من اون روز اشتباهی ماسکای ضد شیمیایی رو برداشتم. از 12,000 نفر جمعیت سردشت اون روز 8,000 نفر شیمیایی شدن. پس تو بودی کرک. ماشاءالله. بیا بدیم بیا
اسم چیه دخترم؟ معصومه. باریکلا. چه ساز قشنگی داری. میخوای برات بزنم؟ ماریا. خاله اینجایی؟ همه منتظرن. صبر میکنم تا مادر بیاد. نمیشه که خاله. بریم مامانم میرسه. بریم قربونت برم. اگه نیای مهیار و بچه ها شروع نمی کنن ها. سپیده 1 سال واسه این کنسرت زحمت کشیده. بریم به خاطر مامان.